این قسمت از آشپزی با کمی خربازی میخوایم نودل کرانچی درست کنیم. برای شروع فقط کافیه که یه ذره آبجوشو اینجوری بذاریم رو گاز شروع کنه بقله. حالا طبق دستور باید کرانچی ها رو بریزیم تو آب. همین کرانچی ها هم آب رفته. کرانچی هامون باید توی آب حل بشن. بعد انگار باید نودل رو همینجوری بندازیم این تو پشمان. بعدش باید شیر رو اضافه کنیم یا ابرفز. الان باید پنیر ورقه‌ای بندازیم، پنیر پیتزا، ادویه همون نودلمون هم باید بهش اضافه کنیم. عجب شلابچه‌ای شده. کرم میزنی؟ من کره نمیزنم. خودت سکته میکنی و چبد کرب میگیریم. سوپ نودل. قیافش ولی بد نیست، مخصوصا بوش خیلی خوشبوه. امیدوارم مزه‌ش هم مثل بوش باشه. خوشمزه است. مزه خوابگاه دانشجویی میده، ولی خب بد نیست. شما اگر چبدتون کرب نیست میتونید کرم بزنید، ولی من مطمئنم اگه میریختم الان سکته میکنم.